قرار است ولی محمد نوری دونده نوبینای کشور یک بار دیگر پا به میدان رقابت بگذارد. این ورزشکار کشور 40 روز پیش در رقابت‌های نیم ماراتون که در لندن برگزار شده بودند در کنار 1000 دونده بینا 21 کیلومتر را دوید و با قرار گرفتن در جایگاه سوم جواز حضور به مرحله بعدی این رقابت‌ها را کسب کرد. اکنون این ورزشکار کشور قرار است به روز یک شنبه 21 نوامبر در کنار 500 ورزشکار بینا برای راهیابی به مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی دوش نیم ماراتون در لندن رقابت کند. در حال حاضر این ورزشکار توانای کشور که از چندی به این سو زیر نظر مربیان خارجیش اردوگاه تمرینی برگزار کرده است، از آمادگی‌هایش برای کسب نتیجه بهتر و راهیابی به دور نهایی این رقابت‌ها خبر می‌دهد. ټاکل شوې ده چې زما سیالي یک شنبه ورځ 21 نومبر باندې په انګلند کې ترسره شي. دغه سیالي به په نامه د اسکس 10 چمپیون سیالي وي. امید لرم چې د افغانستان لپاره پکې قهرمانی ترلاسه کړم. ما تمرینات خوبی را سپری کردیم و امیدوار هستیم که به تاریخ 21 نوامبر نتیجه خوبی کسب کنیم. ولی محمد نوری ورزشکار افغان که 10 سال پیش در هلمند بینایی چشمانش را در اثر انفجار ماین از دست داد، اکنون به یکی از قهرمانان رشته دوش در داخل و بیرون از کشور مبدل شده است و در چندین رقابت دوش برای افغانستان افتخار کمایی کرده است.